الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم. حالا برادرها به من خبر دادند که یکی از چوجه های جهمی، یکی از خودخواهان که بوی از علم ندارد، در نزد علمای اهل سنت ننشسته و اصلا علمای اهل سنت رو نمیشناسد، نفهمیده و ندانسته و تأکید نکرده و جاهلانه در اساس منهج جاهلیتش آمده است به سر ما تهمت کرده است. و البته این حق ما است که ما از خودمان دفاع بکنیم و عقیده خودمان را به شما بیان بکنیم و این جاهلان جهمی مشرکین کفار شرمنده رو باز شرمندگیشون رو بیان بکنیم. یعنی این چوجه احمق، این جاهل خودخوانده خودساخته که بوی از اهل سنت و جماعت ندارد، نامش رو نوشته است مفتی عبدالرحمن احراری. لقب بینید، مفتی. بعد آمده است نام موضوع را شخصیت ابو محمد. کسی سوال کرده. بیاید اهل توحید، بارک الله فیکم، این جاهلک رو شنویم که چی میگه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردن نظرتون درباره ابو محمد مدنی چیست؟ چگونه یک آدم است؟ آیا درس‌های ایشان رو توصیه میکنید؟ نه خیر. سوال کرده است که نظر شما درباره ابو محمد چیست؟ آیا درس‌های ایشان رو گوش کردن توصیه میکنید؟ کسی که این سوال رو از خودت کرده است، آقای احراری، یک احمق جاهل است. از انا همین عبدالرحمن احراری گفتن انسان کسی که سوال میکند یک طالب علم اهل سنت رو، یک عالم دیگری از اهل سنت رو، یگان مسائل رو، این حالا علمای اهل سنت رو نشناخته، حالا نفهمیده است. او این بیچاره کی است که این به شما توصیه میدهد؟ او این جهمی کی است که در کجا خوانده است که به شما توصیه میدهد؟ شما پیش از این توصیه گرفتن به منهج سلف عمل بکنید. امام مسلم رحمه الله در مقدمه صحیح مسلم، الضحاک محمد ابن سیرین، یکی از علمای سلف صالح، روایت کردند که سلف صالح میگفتند العلم دین فانظروا من اين تأخذون دینکم. همین علم آموختن دین آموختن است. علم این دین است. نظر بکنید که از کی دین میگیرید. ای مردم، نظر کنید که دین را از کی میگیرید. شما یک مرتبه پیش از این که مرا از این جاهل سوال کنید، خودش رو سوال کنید که تو کی هستی؟ تو در کجا تعلیم گرفتی؟ علمای اهل سنتی که تو تعلیم گرفتی به ما نمبر بکن. الحمدلله رب العالمین. ابو محمد مدنی یا دیگر اینجا ابو عمر هستند، ابو عبدالرحمن هستند، دیگر برادرای اهل سنتی که هستند، برادر حنیف باشند، ابو حلیمه و دیگر از علمای یا طالب علمان اهل سنت و جماعت، همه این اهل سنت طالب علم ها در کجا گرفتنشون علمشون معلوم است. خودی بنده به اثباتش به شما همش رو نقل کردم که بنده از کدام علمای اهل سنت و جماعت، علمای کبار تعلیم گرفته است. اما این از هیچ جا تعلیم نگرفته. یک آدم جاهل بیاید یک طالب علمی به منهج خونده را، در نزد علمای اهل سنت خونده را انکار بکند، همین مگر درست است از نظر منهج؟ یک انسانی که جاهل است، در نزد علمای اهل سنت نخونده، در نزد علمای اهل سنت ننشسته، منهجش مخالف قرآن و سنت و سلفین امت است، منهجش کفر است و شرک است و جهمی است، طاغوت پرست است، ملت ابراهیم ندارد، کفر به طاغوت ندارد، مشرک مسلمان میگد، اهل سنت خوارج میگد. آیا از همین دین میگیرید؟ آیا به همین سوال میکنید؟ احتیاط شوید که گمراه میشوید. اینها نشستگان به دروازه های جهنم هستند که شما را به سوی جهنم دعوت میکنند. اینها همون امام های مضلین هستند که دعوای علمی و امامی کردند، اما شما را گمراه میکنند که رسول الله گفتند اخاف علی امتی من ائمه المضلین. من به امتم به همین امام ها و پیشواهای گمراه کننده میترسم. وقتی که علم به گرفتن علما، به مرگ علما علم نابود شد، عاقبتش چیست؟ عاقبتش انا همچنین جهال می آیند، خودشون
عالم میگیرند و نتیجه فضلوا و اضلوا، هم خود گمراه میکنند هم دیگران را گمراه میکنند. یک طالب علم اهل سنتی که در نزد علمای اهل سنت خونده دیگر طالب علما میشناسندش، یک جاهل آمده که از درون هرات بیرون نشده میگوید که نه من توصیه نمیدیم که از این درس بگیرید. تو جهمی کی؟ تو چی هستی که تو یک مجهول الحال عقیده جهمی آمدی توصیه دهنده شده ای؟ اهل سنت و الجماعه موحدین میدونن که از کی تعلیم بگیرند. بالاخره من درسای این شخص توصیه نمی کنم، یک شخص تقریبا مجهول الهویه هست. من درسای این شخص توصیه نمی کنم. تو اهل توصیه نیستی. پیش از توصیه کردن تو باید در نزد علما 10 سال در نزد علمای اهل سنت با منهج خونی و بعد از این تو کفر به طاغوت داشته باشی، بعد از این ملت ابراهیم داشته باشی، بعد از این مشرک الله تکفیر کرده را تکفیر کنی، الله مسلمان گفته نه مسلمان بگویی. اما تو نه ملت ابراهیم داری، نه کفر به طاغوت داری، نه کلمه لا اله الا الله فهمیدی و عمل میکنی، نه شرط های صحت لا اله الا الله شرط صحت میگویی بلکه ساخته بعضی این آن میگویی چه خیلی که گفته بودی سال 2020. و بعد از این مشرک رو مسلمان رو خوارج میگویی. تو اهل توصیه نیستی. و بعد از این میگه مجهول الحویه. الله المستعان. این کبر است. این صفتی همه اهل بدعت است که کبر دارند. الله خورشون بکند به همین کبرشون، الله خورشون بکند که خیلی متکبر هستند. مجهول الهویه این چی معنی داره؟ یک طالب علم وقتی که برآمده خودش رکلام نکرد، در بین مردم به صورت سیماش منتشر نکرد، لیکن الحمدلله طالب علما میشناسند، علما میشناسند، دیده ها هستند، برادرای گرد اطراف ما هر روز میبینند و صحبت میکنند، لیکن اینها به همین طعنه میخواهند که یک چهره طالب علم اهل سنت رو سیاه بکنند. لیکن نفهمیدند، این منافقین نفهمیدند که ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. همه عزت از آن الله است، از آن رسول الله است، از آن مؤمنین است، ولیکن منافقان میفهمند. منافقا فکر میکنند که مؤمنها را طعنه زده عزتشون نابود میکنند. الله خورشون بکنند این منافقین را. شناخته شده هم نیست، بیشتر به لحاظ چهره خود، فقط به لحاظ شخصیت معلوم نیست، از پشت فضای مجازی شناخته شده. چی میگه؟ از پشت مجازی مجازی خودش شناخته نشد، لیکن از پشت مجازی شناخته شد. چی میگویی؟ ای دیوانه، چی میگویی تو؟ آیا در یگان دین ما، در قرآن، در سنت، در قول سلف این امت، آیا یک کلمه سخن هست که انسان باید چهرش به همه عالم نشان بدهد، به همه عالم باید رساند؟ یک دلیل باشد بسم الله بیارید من فردا میخیزم چهرم کت میبره. این ساخته و بافته امروزه این آذری ها، جهمی ها که شکست خوردند از دلیل این مشرکین قبوری ها، زن طلاق ها که از دلیل شکست خوردند، از دلیل قرآن و سنت و مذهب سلف برآمدند، این خوبسا میگویند که اینها مجهول الهویت است و مجهول الحال است و از پشت اینترنت مشهور شده این اون. ما دین رسانیدیم، ما برای مشهور شدن کار نکردیم، ما عقیده را رسانیدیم، منهج رسانیدیم و مثل خود جاهل ها را حکمش و منهجش بیان کردیم. شرم بود بر تو. و افکاری برخلاف اعتقادات اهل سنت داره. در بحث تکفیر بسیار آدم بی‌ضابطه است. در بحث تکفیر اعتقاد مخالف اهل سنت و الجماعت دارد میگه. برای چی این سخن میگه؟ برای اینکه خودش رو این انسان از اهل سنت میگه. اما این جهمی است. در باب عقیده جهمی مذهب جهم ابن صفوان دارد، یک مشرک خبیث طاغوت پرست است، لشکری طاغوت، خود طاغوت مسلمان میگه. صحبت های آخرین شدیدیم، مذهب معتزله برفت، بالاخره گشته اومد با اردوغان مسلمان گفت. خیلی که برادر ما این مسئله را تحقیق کردند و ردش زدند. طاغوت پرست است، این مشرک است. می آید ما را میگه که مذهب اهل سنت به در باب تکفیر نیست. ما ببینید مذهبمون در باب تکفیر چه خیلی است. ما میگویم نکفر من کفره الله و رسوله صلی الله علیه و سلم.
ما تکفیر میکنیم همون کسانی رو که الله و رسولش تکفیر کرده و مسلمان میگوییم همون کسانی رو که الله و رسول مسلمان گفته. هر کسی که شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر انجام داد، شرک اکبر کفر اکبر ظاهر کرد و انجام داد و ما دیدیم، ما این کافر و مشرک میگیم. و یگانه عذری که در باب شرک اکبر کفر اکبر است اکراه است یا چیزهایی که به معنای اکراه می آید. چخیلی که الله در سوره نحل آیت 106 خودش بیان کرد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من کفر بالله من بعد ایمانی. هر کسی که کفر ورزید با الله بعد از ایمانش، چی است؟ کافر است. استثناء را الله ذکر: الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. بجز کسی که اکراه شد قلبش پر از ایمان بود، اکراه شد به زبانش کفر گفت، به شرطی که قلبش پر از ایمان باشد. در همین حالت، در همچنین حالت اکراه عذر است. و این است منهج ما. جهل، تقلید، تعویل در شرک اکبر کفر اکبر عذر نیست، اما در مسائل ظاهر که اگر غیر مسلمان در غیر مسلمان باشد، در مسائل دقیق، در مسائل هایی که غیر اصل دین است، برای جهل و تقلید و تعویل جایهای خود، شرایط های خود و نمودها و حالت های خودش دارد و عذر حالت های هست عذری خودش دارد. از شروط تکفیر بله عاقل باشد، بله به اختیار خودش رفته باشد، قصد عمل کرده باشد. بله این شروط های تکفیر معلوم است در شرک اکبر کفر اکبر. قصد کفر نه، قصد عمل. اینها قصد کفر کرده باشد. میگن یگان نفر از مشرکین به قصد کفر رفته، من کفر میکنم، من کافر میشم، گفته رفته نمیکرد، اما عمل قصد کرده میرد. لیکن این جهلا فرق بین قصد عمل و قصد کفر نفهمیدن. و هر کسی که اسلام نشون داد، نماز میخواند، خودش مسلمان میگه، علامت ظاهری اسلام دارد که نماز است، در مسجد دیدیم و خودش مسلمان گفت نمازخوان است، این در نزد ما مسلمان است. و با همین منهجمون در باب اثبات مسلمانی و اثبات کفر شرک کافر یک انسان ما به قرآن عمل کردیم که قرآن و سنت و اجماع سلف این امت به ظاهر حکم کردن است. نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر. ما به ظاهر حکم میکنیم، الله انمون به سرائر، به قلب خودش دانا، حکیم و حکم میکند. بالاخره این منهج اهل سنت است که با همین عقیده ما هم ضد جهمی ها به مانند این چوجه جهمی و ضد خوارج هستیم. و خوارج هم به قرآن کفر ورزیدند، به ظاهر به اسلام حکم نکردند، مردم به ظاهرش حکم نکرده بلکه مسلمان تکفیر کردند. و این جهمی ها هم به قرآن کافرند و اینها کافر شدند زیرا که مردم به ظاهرش حکم نکردند و مشرک مسلمان گفتند. اکنون این است عقیده ما، تکفیر عین هم کرده میشه. بالاخره سخنی نمیگذارم. بی ضابطه است، بی قانون است در واقع و افکار و اعتقاداتی که دارد موافق افکار و اعتقادات علمای بزرگ سلف صالح و روش اهل سنت و جماعت نیست. موافق سلف صالح و روش اهل سنت سلف صالح نیست. چی است این؟ چی گپزنی است؟ این خیلی چی سخن است؟ اول تو میدونی که سلف صالح کیست؟ تو میفهمی که سلف صالح کیست؟ بیا اینجا ما با تو در باب تکفیر در باب تکفیر قطعی صحبت کنیم، در باب مذهب سلف صالح. بیا از صحابه تا قرن تبع تابعین 3 قرن اول صحبت بکنیم و جهمی بودن اینطور اثبات به فرق سرت بکنیم. جهمی بودنت، مشرک بودنت، کافر بودنت، طاغوت پرست بودنت از قرآن و سنت مذهب صحابه تابعین تبع تابعین اثبات کنیم. سلف نمیشناسی. لیکن اینها برآوردند ماربازی، کودکبازی، بچه بازی، یعنی به این معنا که کودک بازی بر این هر سخن خواستند مثلی که دروغ است، راست است، تهمت است گفته رفتن میگیرند. از الله نمیترسند، حیا هم ندارند، شرم هم ندارند. و توصیه نمیکنم که درسای گوش کرده بشه و کسایی که درسای گوش میکنن عده‌ای بسیار جوانانی تندرو بار میآیند که جز تکفیر، جز به اصطلاح با دشمنی با مسلمانان دیگه اصلا کاری ندارن. کسایی که درس ما رو گوش میکردن جز تکفیر، جز دشمنی به مسلمان ها دیگر کاری ندارن. مگر ما سیره را نخوندیم، مگر ما توحید نخوندیم، مگر ما کفر به طاغوت نخوندیم، مگر ما کتاب های دیگر از علمی را همراه شما که از فقه است و سیره هست و این است و آن است نخوندیم. مگر کسایی که ما را گوش میکنند
لا اله الا الله فهمیده برآورد از شرک و کفر نکردن. این چی میگه؟ این مسلمان بدبینی گفتن همین قبوری ها را میگه. بله کسانی که درس ما را گوش میکنند توحید الحمدلله میفهمند، کلمه لا اله الا الله میفهمند، شرک و کفر ترک میکنند، توبه از عقیده باطل میکنند، عمل به توحید میکنند و کفر به طاغوت براءت و ایمان به الله به جا میآورند، اینها قبوری ها را تکفیر میکنند و از قبوری ها دور میشند. این جهمی خبیث قبوری را مسلمان میگوید و قبوری را تکفیر کردن رو بد دیدن قبوری را بد دیدن مسلمانی میکرد. این همین گپ است، مختصری گپ همین است. بد دیدن لشکری طاغوت، بد دیدن طاغوت، بد دیدن لشکری طاغوت، بد دیدن قبر پرست و قبوری برای اینها بد دیدن مسلمان است. برای همین اینها من شما را بد میبینم. توحید آیا فهمیدن اینو بوی از توحید ندارد، بوی از توحید ندارد. کفر به طاغوت بوش نبرده است. اعوذ بالله. عموما یک سره دیگه و یک حالتی میشه که غیر از خود دیگه اصلا کسی مسلمان قبول ندارد، فقط از او هر غیر از امو عالم خود دیگه علما شما سوال بکنین، غیر از خود کسی رو مسلمان قبول ندارن. این تهمت است. ما میگیم هر کسی که در روی عالم، هر کسی در کجای عالم زمین نباشد خودش مسلمان میگوید و نماز میخواند مسلمان است. هر کسی که در مسجد ها نماز میخواند مسلمان است. و هر کسی که خودش مسلمان میگه و قبر پرستی و شرک و کفر میکرد کافر است، مرتد است. این عقیده ما، عقیده چهار مذهب اهل سنت و الجماعه، عقیده اجماع سلف صالح، عقیده صحابه، عقیده قرآن، عقیده سنت است. مثل این خوبسان هستن که مشرک ها را ما بگیم که نه جاهلند، اینها مسلمانند. الله جاهل مشرک گفته است، اینها نه جاهل مشرک مسلمان میگن. الله المستعان. مکذبین الله و رسول، تکذیب کنندگان قرآن، انکار کنندگان قرآن، عازری های مشرک، جهمی ها. لیکن میگه غیر از خودشون هیچ کس قبول ندارن. این دلالت میکرد که اینها خوارج ولی نشناختن. اینها خوارج های حقیقی را به سر ما آورده میزنن. برای چی؟ برای اینکه جهمی ها در طول تاریخش نه خودش، نه اجدادش، نه علمایش، این خوبسای جهمی هرگز خوارج حقیقی را نشناختن. خوارج حقیقی بله امروز از افغانستان هم است، از تاجیکستان هم است، از عرب هم است، در همه ملت هم قریب که هست. انا محمد کردی سنی برآمده است، چهار مذهب علماش تکفیر میکند، تمام دنیا را تکفیر میکند، غیر از خودش چهار نفر دیگه همه را تکفیر میکند. هر کسی که در دارالکفر باشد کافر است میگه. این خوارج است. تکفیر بالتسلسل، تکفیر بالعموم، تکفیر بدار، تکفیر میکند. این خوارج است. لیکن این خوبسا را یک بار به بحث و مناظره ما بیاید، ما به این سوال کنیم که خوارج های جدید امروزه اصل اعتقاد خوارج ها را به ما بگو، نمیداند. عقیده اهل سنت اینها عقیده خوارجی میگن و بعض علامت خوارجی ها به سر اهل سنت میزنند. الله خارتون بکند. اخزاکم الله. از این افراد بگین کدام عالم مشهور و بزرگ قبول داری که او مسلمانه؟ میگد که ای مردم از ابو محمد مدنی سوال بکن که از برادرانش سوال بکن که کدام عالم بزرگ اینها قبول دارد که مسلمان است. همه عالم بزرگی که اهل سنت و الجماعت هستن ما قبول داریم. آخر تو نمیشناسی علمای اهل سنت، تو از کجا میشناسی؟ از کجا میشناسی تو علمای اهل سنت؟ تو از هرات بیرون نبرآمده باشی، غیر از چهار صوفی و چهار جهمی دیگر کسی ندیده باشی، تو از کجا میشناسی؟ غیر از البانی مرجع تو دیگر کسی ندیده باشی. مرجع گفتن تکفیر نباشد، تو جاهلی احمق نفهمی. مرجع گفتن تکفیر نیستین. و بعد از این بالاخره علی بن خدیر زنده است، سلامت است، حفظه الله. میشناسی؟ مرحمت بعد از نامش که من گفتم نظر کن، کتابش گیر خون، شاید هدایت یابی. ناصر الفتح نمیشناسی؟ کتابش گیر خون. حمود عقل شعیبی را استاد فوزان و استاد ابن باز یا که ابن عثیمین است، استاد ابن عثیمین است. میشناسی؟ نمیشناسی؟ حمود ابن عقل شعیبی کتابش گیر، در اینترنت هست، خون، شاید هدایت یابی. محمد ابن ابراهیم آل شیخ میشناسی؟ استاد ابن باز است، کتابش گیر خون. محمد امین شنقیطی علامه اهل سنت و الجماعه صاحب کتاب تفسیر اضواء البیان میشناسی؟ گیر کتابش خون، نمیشناسی؟ هدایت شاید یابی. پسرش عبدالله است اصولی و پسرش مفسر. احمد ابن عمر الحازمی میشناسی؟ گیر کتابش هم هست، درسش هم هست، گیر خون. ولید السعیدان میشناسی؟
گیر خون. خالد الفلاجه میشناسی؟ سلیمان العلوان میشناسی؟ نمیشناسین علما را. عبدالعزیز طرایفی را میشناسی؟ نمیشناسی. ما انا اینا علمای ما است که ما از اینا درس گرفته هستیم. در مسئله تکفیر قبوری عبدالمحسن العبادی که در مسجد النبوی حاضر تقریبا نمیدونم 90 ساله است، گذشتگی است، در وقتی ما در مسجد نبوی درس میداد، حالا درس دیگه هم در مسجد بس کرده است، والله اعلم، کتاب در این باره نوشته است. میشناسی؟ نمیشناسی. عبدالمجید خان زنده را میشناسی؟ نمیشناسی. عبدالرزاق البدر که ابن عبدالمحسن البدر فرزندش عبدالرزاق البدر در این مسئله عذر بالجهل گفت، میشناسی؟ نمیشناسی. ابو عمر السلمی را میشناسی؟ نمیشناسی. حمدان آل حمدان، حمد آل حمدان میشناسی؟ محدث محقق، یکی از بزرگترین محدث زمان است، حمد آل حمدان. آل حمدان گیر کتابای شوات هدایت یابی. من اگر این چنین علما را حاضر گفتم بگیرم، 100 نفر دیگر علما را میگم که باوری دارم یگان نفر از این علما را تو باور نمیدونی، یگان نفر این علما را نمیدونی. خالد المرض الغامدی را میشناسی؟ نمیشناسی. گیر نظر کن، کتابش نظر بکن. شاگرد ابن باز است. 3 نفر اینها شناختند: البانی، ابن باز، ابن عثیمین. البانی در باب عقیده کتاب‌های زیاد ندارد، بسیارتر به علم حدیث مشغول شدن، صفت صلات النبی و بعض از کتاب‌ها. ابن باز فتواهایشان جمع کرده شده، مرحمت قرائت کن، عقیده ما موافق عقیده ابن باز در مسئله تکفیر است. ابن عثیمین در مسئله عذر بالجهل یک مرتبه گفته و توبه کرده و در نزد ما هم صدا هم کتابش است. بله، من بعضی از شاگردان ابن عثیمین هم نگفتم. ایمن العنقری شاگرد ابن عثیمین استاد ما امروز وجود دارد، دکتر ایمن العنقری، کتابهاشو بخیر خون. منشأ العذر بالجهل، منشأ بدعه العذر بالجهل نوشته است و تحقیق مذهب ابن عثیمین فی تارک التوحید گفته. همه سخنهای ابن عثیمین جمع کرده است. استاد دکتر شیخ ایمن العنقری زنده سلامت است. و این چنین بدر العتیبی وجود دارد. از اینا بزرگتر عبدالله جربو، یکی از مشایخ بزرگ در باب تکفیر. عبدالله غنیمان، صالح العثیمی، و چقدر علما است. همه اینها مسلمان و همه اینها اهل سنت و الجماعه و این چنین علما خیلی زیاد هستند، خیلی زیاده که من حالا قسمی از اینها را گفتم و قسمی از اینها را نگفتم. الله المستعان، الله المستعان. یک عالم مشهور نام ببر که او هم مسلمانه، تو قبول داری مسلمانه، غیر از گروه خودش کس مسلمان نمیدانند. من مرا تهمت است، دروغ است. انا ما همه قدر علما را گفتیم، 10 نفر علمای دیگر را گفتن ممکن است. عموما از او اگه سوال بکنین شاید حالا بگن که نه ما چنین چیزی نمیگیم، اما از او سوال بکنین. خب از علمای بزرگ، مثلا منظور همین زمان است، علمای معاصر، علمای بزرگ کدام که قبول داری مسلمان است؟ عموما متاسفانه بسیار حتی شیخ البانی رو تکفیر میکنن. علمای بزرگ گفته تو به نظرم حاجی میرزای تاجیک در نظر داری، یا یگون سیفی، یگون قبوری در نظر داری. علمای اهل سنت ما قبول داریم، مرحمت با نومش گفتم میگیریم. ما علمای قبوری، اشعری، ماتریدی، جهمی، حزبی را نه، اهل سنت و الجماعت قبول داریم. چرا نه؟ 10 نام دیگر علما را گفتن ممکن است از علمای کبار. آخر تو بو نبری. همه این علمایی که من گفتم کبار هستن، تو نمیفهمی. آخر بعضی میگن که حتی البانی را تکفیر میکنه. غلط است. البانی در باب عقیده بله خطاگی ها کرده، مرجئه، بدعت کرده و مشایخ اینا جمع کردگی هستند. مشایخ اینا جمع کردگی هستند. به البانی کتاب ها رد زده شده. علمای اهل سنت رد زدن در مسئله ایمان که ایمان فقط تصدیق نیست، ایمان به عمل است. گفته ایمان به عمل نه، ایمان به عمل هم، این عمل رکن ایمان است، شرط صحت ایمان است. گفته این به ردها به البانی زیاد است. لیکن این جوهلا فقط نام البانی را گرفتند بازی میکنند. البانی یگون صاحب مذهب هم نیست، سلف هم نیست، یگون پیامبر هم نیست. البانی یکی از علماهای معاصر عصر گذشته، اگر به هجری گیریم عصر حاضره، البانی یکی از علمای محدثین در باب عقیده خطا کرده.
البانی را که ما به خود راب نگرفتیم، صاحب مذهب نگرفتیم. البانی در باب عقیده خطا کرده. میگوید البانی میگه که ایمان فقط تصدیق است. ایمان میگه عمل از ایمان است میگه، لیکن رکن ایمان نیست میگه، شرط صحت ایمان نیست میگه. البانی میگه که کسی که جنس عمل ترک کند کافر نیست میگه. علمای اهل سنت به البانی رد زدن، من نه، علما رد زدن و من کتابهاشون است در نظر. بالاخره اما تکفیر نکردند، رد زدن، گفتن که البانی در همینجا خطا کردند، لیکن تکفیر نکردند. برای چی؟ برای که در مسئله عذر بالجهل البانی وقتی که با یک از مشایخ صالح آل شیخ بله، یک از علمای بزرگی که امروز هست صالح آل شیخ است. صالح آل شیخ کتابش معروف است. صالح آل شیخ وقتی که همراهش بحث مناظره میکنه، البانی از عقیده عذر بالجهل توبه میکنه، جهل عذر نیست میگه در آخر. امروز صداش نوشته شده از این چیز، لیکن این برای روی فهمیدن تحقیق لازم است، تحقیق علم لازم است. شیخ ابن عثیمین تکفیر میکنن، شیخ ابن باز تکفیر میکنن. شیخ ابن عثیمین تکفیر میکنن، خیلی گفته رفته است، تهمت است، دروغ است. والله همه شما شاهد هستید که ما یگون بار ابن عثیمین تکفیر نکردیم. این دروغ است. ابن باز تکفیر میکرد، شما شاهد هستید که دروغ است. ابن باز ما رحمه الله میگیم. حتی کسانی بودن در بین صدها نفر یک نفر آمد خودی مرا تکفیر کرد که گفت تو ابن باز تکفیر نمیکنی، برای همین من تو را تکفیر میکنم. همراهش بحث کردیم. امروز صدای من در تلگرام یا در یوتیوب وجود دارد. بحث مناظره من منتشر کنید، این جهمی ها ببینن که همون انسان به ما گفتیم که اثبات کن کافر بودن ابن باز، اثبات کردن نتوانست. دو سه شبهاتی که آورد ما جواب گفتیم. بالاخره توبه کرد از تکفیر ابن باز. ابن باز ما دفاع کردیم، ابن باز ما تکفیر نکردیم. ای جاهل. بسیار از پیروان اینها چی هست؟ بسیار از پیروان اینها چی است؟ ای انسان تو به مردم مراجعت کرده ایستادی، تو سخنت تا با آخر بگو، واضح‌تر بگو، از الله شرم دار. تو چی میگویی؟ بسیار پیروان اینا چی است؟ کنی همین بجای چی است بگو، چی است بسیار پیروان ما؟ بسیار پیروان ما مثل تو بر این جاهلا را بجایش میشیناند. بسیار پیروان ما به قرآن و سنت با فهم سلف امت زبان بریدت میکند. بسیار پیروان ما بیا به یک نفری از اونها صحبت بکن حجت بارانت میکند، توی جاهل بودنت اثبات میکنه. انا این است. توصیه میکنم که هرگز درسایش گوش نکنید. یک آدم بر منهج غیر درست و بر راه غیر صحیح است. گوش نکنید، التماس گوش نکنید. یک آدم غیر درست و غیر راه منهج است. تو درست از غیر درست و غیر راه منهج است. این گپ بدیشه ببینید. الله لعنت کند دروغگویان را. الا لعنت الله علی الکاذبین. لعنت الله بر بالای دروغگویان بود که این آدم میگه غیر درست است و در غیر منهج است. غیر درست یعنی ما را طعنه به شخصیت زده ایستاده است. شاید من نمیشناسم که من خیلی انسان هستم، لیکن نشناخته نفهمیده میگه که غیر درست است. میگه الله خار بکند، تهمت را بر خودت گرداند. الله خار و ذلیل بکدیم متهمان دروغگویان عاذری را. عاذری ها این جهمی های خوبسا را ما شکستیم و باز میشکنیم، لیکن این خوبسا غیر از طعنه زدن، غیر از تهمت کردن دیگر هیچ کاری نداره و غیر راه منهج صحیح است. میگه بیا راه منهج صحیح ما به تو بگویم که راه منهج صحیح چی است، یا بیا تو به ما بگو، بیا در اساس قرآن و سنت. الله گفت ان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. در یک بالای مسئله اختلاف کردید، بیاید به بالای قرآن و سنت گردانید. اگر ایمان به الله داشته باشید و به روز قیامت ایمان داشته باشید، بیا این مسئله را بشین صحبت کن. به من نه، به پیروان من مرمت بیا. اینجا برادران طالب علم هستند، اینا پیروان من نیستند، اینا طالب علم اهل سنت و جماعت هستند. بیا قضیه‌اشو صحبت بکن در مسئله تکفیر، در مسئله عذر بالجهل و غیره. بعد ببین که پیروان اینها چی هستند، ببین چی هستند. اعوذ بالله. بالاخره این یک صحبت مختصر، یک دقیقه این جهلا فقط به طعنه است. یکش میبرد طعنه به این میکند، دیگرش میبرد طعنه به آن میکند. لیکن ما اینها را چی میگیم؟ فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. صبر میکنیم، خصومت در نزد الله جمع میشود. الله خار بکند عاذری ها را،
الله خار و ذلیل بکند جهمی ها را، الله خار و ذلیل بکند آزری ها را که به دین الله بازی کردند. مشرکین را مسلمان گفتند، موحدین را خوارج گفتند. نه خوارج را شناختند و نه مشرکین را شناختند. الله خارشان بکن، الله شکستشان بده، الله خشکشان بکن که به دین تو بازی کرده نتوانند. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.